سلام به قشنگی آخرین روز پاییز. امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب باشه. مرتضی هستم از شهر زیبای ویسبادن در کشور آلمان. امشب دوستان منو دعوت کردن به یه مهمونی، به یه دوره همی و به یه شب یلدای قشنگ. قرار من برم اونجا و در کنارشون باشم. میخوام شما هم همراه باشید با من. امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت ببرید. راستی لایک و کامنت فراموش نشه. این شب در حقیقت زایش نور هست. در آثار باقی ابوریحان بیرونی هم به صورت مفصل در مورد این شب صحبت شد و در مورد این جشن. همونطور که گفتیم جشن معمولا روز بعد گرفته میشد که به اون خروز یا خربروز میگفتن که به معنی خورشید و یا خرمی هست و در این روز مردم همدیگر رو ملاقات میکردن، به مهمانی هم میرفتن. بیان میشه که در این روز حتی پادشاه یا حکمران آن زمان از کاخ خودش بیرون می آمده، لباس سفید برپن میکرده و بر سریری می نشسته و مردم میتونستن مستقیم با پادشاه ارتباط برقرار بکنن. به مرور که میگذره این جشن فرم امروزی خودش رو پیدا میکنه. البته در اون شبها هم که دور هم جمع میشدن گفته میشه که همچنان که در حال حاضر هم در بین اقوام ما وجود داره، میوه های تر و خشک خورده می شده، آجیل های به خصوص خورده می شده و اما همونطور که گفتیم اصل جشن روز بعد بود. برای مثال در یزد یکی از رسوم در این شب خوردن آش شلی هست. این آش شلی از چندین نوع سبزیجات مثلا برگ چغندر، اسفناج، شوید و اینها تهیه میشه و در یزد آجیلی هم خورده میشه که به این آجیل لورک میگن و این آجیل هم از مغزانه های مختلف هست که این آجیل هم بعدها راهش رو باز در کشور ما پیدا کرده که تقریبا شبیه این آجیل مشکل گشایی هست که کم و بیش هم میشناسید. و یا در کردستان عزیز ما خانواده ها از قبل با هم قرار میگذارن و هر سال در منزل یکی از دوستان تجمع میکنن. باز شاهنامه خوانی هست و در کنارش حتی از بوستان و گلستان سعدی خوانده میشه و همینطور اسکندرنامه که اسکندرنامه هم از نظامی بر وزن مثنوی هست در مورد اسکندر. این هست که فقط خواستم خدمتتون عرض بکنم این جشن زیبایی بسیار زیادی داره و در جای جای کشور ما به شکل‌های مختلف هزاران سال هست که تداوم پیدا کرده و ما هم امیدوارم شایستگی این رو داشته باشیم که به همین شکل به فرزندان خودمون اهدا بکنیم و این جشن رو با تمام زیباییش هر سال داشته باشیم.
غمی بود دلش ساز نقشی کرد، کمر بست و ترکش پر از تیر کرد. چون نزدیکی مرز توران رسید، بیابان سراسر پر از گور دید. به تیر و کمان و به گرز و کمند برفتند بر دشت نخچیر چند. رستم گور شکار کرد، مثل همیشه یکی از گورها رو بر شاخه درختی زد و بریان کرد و خورد و خوابید. گلیم باجیه، یک زنی دارم گلیم باجیه، یک سر مشغوله به راجیه، هیچی بلد نیست به جز اشکنه، هرچی به دستش میدهم میشکنه. وای از اون روز که مهمون داری، مرغ و مسما و فسنجون داری، حرف به گوشش میزنم کر میشه، راه که میخواد بره روشن میشه. رانی لانی لانی لای لای لای، رانی لانی لای 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 لای. آسمون ابری اما دیگه بارون نمیاد، صدای گریه بارون توی نافتون نمیاد. اون که من دوستش دارم از خونه بیرون نمیاد، واسه این دل تنها دیگه مهرون نمیاد. نمیاد تا بدونه جای خالیش تو خونه، واسه من یه زندونه دیگه اون دوست نداره، واسه من گل بیاره روی موهام بذاره. یادم روزی که آشنا شدی، روزی که مثل دو غنچه وا شدی، وقتی اون با بوس لبهامو میبست، نام بارون رو لبهامو مینشست. نمیاد تا بدونه جای خالیش تو خونه، واسه من یه بدونه دیگه اون دوست نداره، واسه من گل بیاره روی موهام بذاره. صدای گریه بارون توی نافتون نمیاد، اون که من دوستش دارم از خونه بیرون نمیاد، واسه این دل تنها دیگه مهرون نمیاد. نمیاد تا بدونه جای خالیش تو خونه. امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه در شب یلدا. به ما که خیلی خوش گذشت در کنار دوستان. شب خوبی رو برای تک تکتون آرزو میکنم و دوستتون دارم. هر جا که هستید شاد باشید. فراموش نکنید منو سابسکرایب کنید تا از آخرین اخبار کارهای من باخبر باشید. امیدوارم هر جا هستید شاد باشید. خدا نگهدار.